سلام، من مهدیار هماینی هستم و امروز میخوایم درباره نرم افزار مایکروسافت پروژکت توضیح بدیم. نرم افزار مایکروسافت پروژکت چیست؟ یکی از ابزارهای حرفه‌ای مدیریت پروژه است که به مدیران پروژه کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی، زمانبندی، مدیریت منابع و کنترل پروژه ها را به بهترین شکل انجام دهند. این نرم افزار برای پروژه‌های کوچک تا بزرگ کاربرد دارد و جزء ابزارهای استاندارد در حوزه مدیریت پروژه محسوب می‌شود. با مایکروسافت پروژکت می توانیم فعالیت‌های پروژه را وارد نرم افزار کنیم، وابستگی‌ها بین فعالیت‌ها را مشخص کنیم و با استفاده از نمودار گانت جدول زمانبندی پروژه را به شکل تصویری و واضح مشاهده کنیم. این کار باعث می شود همه اعضای تیم بدانند هر فعالیت چه زمانی باید انجام شود و چه ارتباطی با دیگر فعالیت‌ها دارد. یکی دیگر از قابلیت‌های مهم مدیریت منابع است. با مایکروسافت پروژکت می‌توان منابع انسانی، تجهیزات و مواد را به بهینه تخصیص داد و از اضافه‌کاری یا کمبود منابع جلوگیری کرد. همچنین نرم افزار امکان کنترل هزینه‌ها و بودجه پروژه را فراهم می‌کند تا پروژه از نظر مالی تحت کنترل باقی بماند. با ثبت پیشرفت فعالیت‌ها، مدیر پروژه می‌تواند وضعیت واقعی پروژه را با برنامه اولیه مقایسه کند و مشکلات یا تأخیرها را سریع شناسایی کند. علاوه بر این، مایکروسافت پروژه قابلیت گزارش‌دهی حرفه‌ای دارد، شامل نمودارهای گانت، نمودار منابع، نمودار پیشرفت و شاخص‌های کلیدی عملکرد که به تصمیم‌گیری سریع و دقیق کمک می‌کند. به طور خلاصه، مایکروسافت پروژه یک ابزار جامع و کاربردی برای مدیران پروژه است که کمک می‌کند پروژه‌ها از برنامه‌ریزی تا اجرا با کنترل، با دقت و کارایی بالا مدیریت شوند.